این امروز مراجعت کردیم که ما معلم سخنرانی شما رو رسوندیم. منم گام داشتم سخنرانی من رسوندم. مرحمت. 8 ماه کار کردیم ولی میتونم نداشتم. چند نفر کار کردین 8 ماه شد؟ اونجا به سر من خودم توجه. چقدر میشون کارگر ادام کرد؟ 6 نفر کار. ما حساب که اولی که شما رو نمیتونم. کی شما رو اونجا برده گیر کارخانه مونده؟ خود گفته افته گیر کارخانه. کدام اسپیسیالیست کار می‌کنید؟ شفیعی کار. امروز چی میگم با شما؟ اون روز میتونم پایان میتونم این روز میتونم پایان. چند ماه بود اولی نمیتونم؟ 8 ماه بود. چند فرزند داری؟ 4 تا. 4 تا فرزند. خودتون هم اونجا از 50 قریب 50 نزدیک شدید. 53 نزدیک شدید. الان همین از مسئله هستم. مسئله شما چیه مسئله شما؟ شما چند نفری؟ ما قریب 27 نفر. 27 نفر توجیه نکنه اول چی لگه است؟ چقدر پول نمیتونم؟ 3 میلیون قریب 580 کروبرتون که میرم. هزار. چه مشکلی دوستان میبره شما را سرجم میکنن بگم من روبار میشم. دوستانی هم دو نیست یعنی توجیه خدا ما را باوری خودش در آورده متحد کرده اخیر ما خودش. وای توجیه چیکاره بود خودش؟ بره بود دستی همون. کارمند سفارت بود بیچاره کارمند جمعیت بود یک چیکار میکرد؟ از کجا پیدا شد برای توجیه؟ و همونجا بود. اوای کارخونه در کدام مدرسه کارخونه تو؟ مسکو در کجا شد؟ میتیشی. من هم یک صحبت داشتم برابر شما مگوی دارم. رستم است که رستم. من داشتم. امروز تمام اونا میگن که ما اولی نمیتیم توجیه چون که کاری اونا کردن امروز صفت نداره. هیچ چیزی نمیتونه بکنه. حتی من نسبت شما خواهد امضا کردم گفتم برده برابر کلونی روس دیه. امروز ما به خبر ده شما که برابر کلونی روس برآمده رفت. همین روز ساعت 16 با ما دست خود نیمه آخری دارم. الان 50 نفر دوار که از 5 ماه 4 میلیون اولی کشون نمیتونم. من همین قدر سوال میتونم چرا وقتی من گام میزنم که دیگران گام میزنم ممکن از ما خوبتران گام زنن بیایید کار کنید همه جا کار کنید این همین اولیگتون گیریتون از روی آداب کار کنید رفتاری خوب کنید کار کنید همین گیرید همین ملت چی من نمیگیرد کارخانه شدیم ما پیشنهاد کردیم جای خواب دادیم اولی گفتیم اصلا تا آمدیم از 100 نفر 50 نفرش نیست سبب شده برای چی است تابوی من تلفن کرد از یکوت اونجا اولیک 100,000 بود بعد 4 ماه گشتم داخل میگن نه اولیک نه چه قرض داشتم شما از کدوم نوعی نامتون ما از هر گوشه این برادرم من نو شما از کدوم ما از شبیه استرام شما میکسر کنی بودم شما خاطر وعده که شما ندارید شما اینو دیگه پرابلم نمیشه داره اینو предприниматель نام شما به هیچ مونده به ماشون به предприниматель مونده این دو دانی предприниматель میگن صاحب کار نه تو ایشون داره من خوب نمیدونم که خوبه چیکار کردین مثلا شما دیدین که مسئول این هست چیکار کنیم که این ملت سرجم و این خیلی نمیشه کار کنیم عموما باید ما در وطنی خدمت باشیم یک شرمندگی اخوانه میگم یک سال خرید 25 سال حیات ملت توجیه بیرون از وطن است 25 سال شد شما چی گفتین بچه این وعده نه شما اصلا نمیدونم من فهمیدم یک عموما درباره ملت توجیه چی داره گفتیم که همون باید سرجم باشه اما چون اون سر برویم و همه کسا در همه جا اتفاق باشه همین رو زیاده از 1800 امضا جمع شده است همین رو خواهش دارم که با سبیانی مراجعت کنم یک جرمان رو معین کنم و درد علم خمونو نگرفتن اولیکوم رو درد داریم اگر از نزدیکان سبیانی که همون جلو بودن شما نگید 10,000 آدم میخواد گام زند جای خوب از روی قانون و همون جدا 500 آدم نمیبره 100 آدم نمیبره یک پیروز کرد 100 توجیه نمیبرد برای معین کنید یا مکتوب نوشته میشه ما با گام میزنم زیاده از 5 میلیارد در روسیه امروز اولی که بچهش پوزیشن داشته است به دست تنها از یک کارخانه سن پترزبورگ 25 میلیون هم است 50 میلیون هم است نوسیبیرسک 15 میلیون هم است مسکو 1 میلیارد زیاده است اون چیزی که ما میدونیم چیزی که ما خبر داریم حکومتداران ترکستان باید پورا با شما کار کنند این از روی بدی و خوبی نیست اما لکن در روی و پنهان شوی با کار نمیشناسیم شما علاج سخنگویی کدش جناب عالی در ترکستان رحمان پرزیدنت میگن برای شما باید ما پرزیدنت داریم حتی گفت جانشین وزیر بچه‌اش دیگه نیست
جانشین وزیر تاجیکستان وزیر با چشم دیگه نیست. کی وزیرش نمیدونه. انا فکر نمی‌کنم که در یک پریبالت که 3 دولت است. لیتوا، لاتویا، استونیا. کمتر از 1 میلیون اهالی کردی دارد. کمتر از 1 میلیون 3 دولت. ما زیاده از 1 میلیون تاجیکو سرگردان در روسیه هستیم. با تمامی اتاقای کاری میگن جای کاری که هست از طرف دولت باید شب و روز 24 ساعت کار کنه. فقط اینفورماسیون گرفتن حل کردن دیگه. اینا تونستن که ریزو کردن. آزاده کار برآمدن. من تحلیل کردم برآمدم چقدر تاجیک از تاجیکستان جوانان برآمده رفته. از تاجیکستان تاجیکستانی‌ها در صف اونا تاجیکو. در هر یک رقعه من برآمدگی 80% و کم تاجیک است. زیادش تاجیک است. نه کمتر از 80%. مثلا ایگیل نگیرید تو. در صف ایگیل از 3000 تاجیک 80% 2 میلیون و 2000 چند شهروندی فقط تاجیک زبان است. من گروه اپاگیستی تاجیکستان بیرون گرفتم. 99 از 99% همش تاجیک است. ترمای تاجیکستان گرفتم. همش تاجیک است. مهاجرت مهمتی را گرفتم. 80% زمین تاجیک است. تاجیک زبانی که مکتب رفتگی نیست دیگر. از مکتب دست کشیده. حتی زندان‌های روسی را گرفتم. از زیاده از 10,000 در زندان‌ها تاجیکستانی‌ها محکوم. همین هم 80%ش با تاجیک است. کی بود از تاجیک در تاجیکستان؟ مستفیدان، پیران، کودکانی که امروز در سن سال مکتبی هستند. آینده به چی میشه؟ زنای تاجیکستان ببینید تو. زیاده از همه زنایی که آمادگی‌اند در اینجا 99% وای تاجیکستان است. در کجا خوبه؟ در تخانه‌ها خوبه. در دست آذربایجان در کافه‌ها خوبه. در автомойка خوبه. زنی تاجیک است. از روی چی اومد؟ شوهرش اومد این ولی چی؟ بعد شوهرش پسرش اومد در ترمافتی. بعد وای بیچاره خودش اومد. با یک کودک داره. همین زنی تاجیک بر اومد رفت. در داره شوهری بود نبود. وقتی که با نسبت تاجیک هم میزنیم. نسبت تاجیک از منبری بالا گرفت بود اول همین فاکتور را پیشو میگه ما چی کردیم از حکومت تاجیکستان وزیرای وای کردن نسبت ملت تاجیک یگان کار نکرد فقط برای ما چی گفتن همون یامایی که گام میزنن ترانشه برای تاجیک گفتن خلاص برآمدن ملت به سبب این ترانشه در خوبگان خوب کردن است تاجیک یک سخن گفتند که من از زندگیم امروز مجبورم بیزار شدم وایده در سرش کاری جنایتی میزنم تاجیک از کاری حکومت راضی نیستم وای در کارش اکستریمیسم بزنم تاجیک ریش مورد و ریش میگم تراشه و یهودی همش بریشن انا مثلا گیرید تمام کارخونه که در روسیه هستن حساب تاجیک کار میکنن ولی نشون نمیده هر یک 10 نفر تو دام تاجیک وطن بیولید میره اسپیس پیرامید کار ببینید اسپیس پیرامید یه خودش میدونه که تاجیک که همونجا 80% همش تاجیک میگه چی کار کرد که بردن در کار است بردن کی است برآوردن و اونجا مفید قانون رسید نمیشه باید بلیط خرید چیکار شما بلیط میخرید شما یک بلیط 2 بلیط میخرید یکی پول 2 بلیط میسپرید در این حالت با شما کامل اونجا برادرای شما وقتی ما با سوال بدم برای چی صف تاجیکان در همه جا زیاد شده است تاجیک بی قدر بوده است بی قدر بوده است اگر ما هم نمیشیدیم همون جمشید روشن ها در سخت زندگی بود همون جمشید روشن نبود اگر نشه همون 2011 با چه عذاب و مشقت مبارزه کردیم حکومت تاجیکستان بگیرن امروز روزنامه داریم امروز سایت داریم امروز جامعه داریم فقط منتهی شید من یکتون زبانی کردم زمان احتیاط کنید که در فویش خانون نروان جون نگیرن که پدر نوری توجیه با بد بشه سلامت باشید